به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما خوبان همراهان خوب ملی و ملی سپورت. خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگر افتخار. طبق معمول باز هم ما با جمع از تیمم در یکی از برنامه‌های دیگر تا یک ساعت دیگر مهمان خانه‌های شما هستم. انشالله که از داشته‌های برنامه امروز هم مستفید شوید و بیننده باشید. در خانوادی ورزش افغانستان اتفاقات خوبی هفته گذشته و هفته روان رخ داد. بازم خوشبختانه بازیکنان تیم ملی تکواندوی افغانستان که همین اکنون در پاکستان به سر میبرند و در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود حضور پیدا کردند و توانستند که جایگاه نخست را به دست بیارن. اون رقابت‌ها میان 23 کشور آسیایی برگزار شده بود که بازم ملی پوشان تکواندوی افغانستان خیلی خوب ظاهر شدن و توانستند که چندین مدال طلا و نقره و برنز برای فدراسیون تکواندوی افغانستان رقم بزنند. محسن رضایی، امید سحاک، علی اکبر امیری توانستند که مدال‌های خوب و قناعت بخشی را برای تکواندوی افغانستان کسب بکنند. و در سوی دیگر بازم ما بهترین کوچ و رقابت‌ها یا مربی را به نام خود کسب کردیم. آقای بشیر احمد ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، باز هم پس از اینکه در رقابت‌های هانگژوی چین توانست که لقب بهترین مربی او رقابت‌ها را به دست بیاره، بازم توانست که در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود لقب به دست بیاره و این جای بسا خوشحالی و خوشبختی است که میان 23 کشور خوب که از هر لحاظ امکانات خوبی در اختیار دارند بازم افغانستان میتونه این لقب به دست بیاره. در استودیو امروز دو مهمان، دو ورزشکار خوب رشته پاورلیفتینگ یا ورزش‌های قدرتی مهمان هستند و روی رقابت‌هایی که چند روز پیش برگزار شده بود با خودشان صحبت‌هایی می داشته باشم. همچنان روح الله خیراندیش و امان الله خیراندیش، دو ورزشکار، دو برادرایی که امروز مهمانم هستن. خیلی خوش آمدید. دوربینا در اختیارتان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میلاد جان عزیز، خدمت تمام بیننده هایی که فعلا تماشا میکنن تلویزیون ملی را، چی در داخل از کشور هستن یا چی در خارج از کشور. سلام من خدمت تمامشان عرض میکنم. تشکر از برنامه. همچنان رولا جان اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما میلاد جان و کسانی که همین لحظه ما را از تلویزیون جهانی ملی اسپورت تماشا میکنن. اسم من روح الله خیراندیش است. بسیار خوش آمدید به برنامه. بیایم اما جان ابتدا از خودت آغاز بکنیم در مورد رشته پاورلیفتینگ یا ورزش‌های قدرتی یک معلومات کلی به ما و بیننده های ارائه بگو، به خاطر که او از عزیزایی هم که تا حالا در مورد رشته پاورلیفتینگ نمیدانن اونم بدانن. درست است میلاد جان عزیز. بعضی ها اکثریت از مردم برتون بگویم این یک ورزش نیست که بسیار زیاد رایج شده باشه در کشور ما. به این اساس اکثریت از هموطنان عزیز ما پاورلیفتینگ با بادی بیلدینگ اشتباه میگیرن. بله. که در بادی بیلدینگ تمام تمرکز روی عضله است و حرکات مشخص خودش داره، ولی در پاورلیفتینگ متفاوت است. تمام تمرکز یک فرد ورزشکار در پاورلیفتینگ بالای قدرت بدنی است و این شامل 3 حرکت اساسی میشه که عبارت از اسکوات، دیدلیفت و همچنان بنچ پرس است که در این 3 حرکت یک ورزشکار زمانی که اشتراک میکنه در مسابقات اینا در هر حرکت 3 ریکارد ثبت میکنند که این مجموعاً 9 ریکارد میشه در هر 3 حرکت که مجموعه کلی از این ریکاردها جمع میشه و برنده اعلان میشه. موضوع بلند کردن وزنه بلند که نیست است دقیقاً، چون موضوع وقت بس از ریکارد میشه بلند کردن وزنه بلند همچنان است. بله. هر انسان کوشش میکنه ریکارد بلندتر را به نام خود ثبت کنه، البته او وزنه بیشتر را باید بلند کنه تا ریکارد بلندتر ثبت کنه تا حریف خودش شکست بده. بسیار خوب. و روح الله اینجا کنار ما هست. روح الله جان خودت در این رقابت ها جایگاه چندم کسب کردی و بلندترین وزنی را که خودت بلند کردی چقدر بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا در مسابقات پارسال که برگزار شده بود تگ دیدلیفت بود که در توانستم مقام 3 از آن خود کنم و بعدش 2-3 ماه بعد مسابقات بنچ پرس برگزار شد که در توانستم مقام 2 و خوشبختانه چند روز قبل مسابقات وزارت امور داخله برگزار کرد از پاورلیفتینگ که در توانستم مقام اول را از آن خود کنم و همچنان بیسلفتر نونهالان کابل شدم. بسیار خوب. کلاس 82. اما جان بیاید روی از این هم صحبت داشته باشیم که چه تفاوت‌های میان پاورلیفتینگ و پرورش اندام است؟ عمده‌ترین تفاوت‌هایش در چه است؟
عمده‌ترین تفاوت‌هایش در تکرار حرکات است که انجام میشه. در پاورلیفتینگ معمولاً از 1 تا 3 الی 6 حرکت می باشه. همین حرکات قدرتی که قبلا یادآور شدم که عبارت از ددلیفت، اسکوات و بنچ پرس است. در یک ورزشکار هدفش این می باشه که قدرت بدنی خود افزایش بده و این 3 حرکت همچنان مختص افزایش قدرت بدنی می باشه در پاورلیفتینگ. ولی در بادی بیلدینگ کس موضوع فرق میکنه. باید تکرارهای بسیار زیاد بالا اجرا شود، از 1 الی 24 تکرار. زمانی که یک حرکت انجام میشه تا 24 تکرار باید یک ورزشکار انجام بده تا ای که او عضله تحریک شود و رشد کنه. ولی در پاورلیفتینگ برعکس است. باید تکرار کم اجرا شود و تمرکز روی قدرت است به خاطر افزایش قدرت بدنی. از 1 شروع میشه الی 6 تکرار معمولا اجرا میکنن ورزشکارا. بسیار خوب. یعنی مثل پرورش اندام دیگه 2 ست و 3 ست نیست. بله، ست داره. ست معمولا 4 ست می داشته باشه ولی تکرارهای کم. بسیار خوب. وزنه بیشتر. بسیار خوب. تمام تمرکزش روی وزن است دیگه. روی وزن است و قدرت بدنی. نظر به تواناییت هر قدر وزن بلندتر بزنی اما قدر امتیاز بلند میگیری. بدون شک. بله. و در مورد رقابت هایی که برگزار شد، این رقابت ها با حضور چند ورزشکار راه اندازی شد و از چند ولایت ورزشکارا حضور پیدا کرده بود. در این مسابقاتی که برگزار شد از جانب وزارت امور داخله برگزار شد. بسیار. که با مناسبت شهدای فلسطین برگزار شده بود. بسیار. که 300 ورزشکار تقریبا در این مسابقات حضور داشتن، اشتراک کردند که 4 ولایت را شامل می شد. از او جمله ولایت کابل بود، پروان بود و ولایت پنجشیر بود و یک ولایت دیگر همچنان بود که ولایت لوگر بود. بسیار خوب. بله، جمعاً 4 ولایت نشد که اشتراک کرده بودن. در کل 300 ورزشکار حضور داشتن در این. و این کاتگوری هم داره، رده سینی و بله، هم کاتگوری سینی وجود داره هم کاتگوری وزنی. به این اساس میشه که ورزشکار طبقه بندی میشه. ورزشکارا هم از نگاه سینی و همچنان از نگاه وزنی. شما در بخش نونهالاش یا جواناش اشتراک کردید؟ من در بخش نوجوانان اشتراک کردم. بسیار خوب. و ظاهراً که سن و سال خودتان هم بسیار کم معلوم میشه، مخصوصاً روح الله جان. خودت از چند سالگی رو به این رشته ورزشی که نسبتاً ثقیل هم گفته میشه ورش آوردی؟ من خودم شخصا از سن 8 سالگی ورزش میکردم که مدت 1.5 سال میشه رشته پاورلیفتینگ پیش میبرم که فعلا رشته پاورلیفتینگ ادامه داده هستم که از سن 8 سالگی سپس ژیمناستیک کار کردم 1 سال که بعد از تقدیرنامه و مسابقه هم داشتم. بعد از او در رشته ورزشی ووشو تحت نظر استاد محفوظ وفا و بعدا در تکواندو و MMA و فعلا هم مدت 1.5 سال میشه که پاورلیفتینگ تمرین میکنم. بسیار خوب. دیگه مجموعه ای از ورزش ها را گرده هم آوردی و سرانجام ختمش کردی به پاورلیفتینگ. بله. به خاطری که بسیار قدرت نیاز داره دیگه. بله. انشالله صحبت ها باقی مانده. به شما برمیگردیم بریم با هم یک بسته تصویری از جریان رقابت هایی که چند روز پیش برگزار شده بوده با هم ببینیم و در ادامه بازم برنامه جریان داره. بله دوستان، بریده ای از جریان او رقابت ها بود که با هم دیدیم در یک بسته تصویری. انشالله که از دیدن او رقابت ها لذت برده باشید. واقعا رشته پاورلیفتینگ یا ورزش های قدرتی یکی از ثقیل‌ترین رشته هایی است که باید توانایی و قدرت جسمی یک شخص به مراتب بلندتر باشه تا اینکه بتونه تمرینات این رشته ورزشی را به خوبی پیش برد. از سوی دیگر ما زمانی که مهمان دعوت میکنیم و برنامه 1 ساعت مختص میشه به 2 بخش، از کسایی که ما دعوت میکنیم خواهش میکنیم که اگر نمیتونن حضور پیدا بکنن ما را 1 روز قبل در جریان بگذارن، این کار نکنن که در دقیقه 90 و نیم ساعتی که به برنامه میمونه به ما اول بده که ما حضور پیدا کردن نمیتونیم. به دلیلی که ما 1 هفته کار میکنیم به خاطر همین 1 ساعت برنامه و 2 بخش ما در هر هفته جا میتیم در برنامه و اگر 1 بخش حاضر بشه و 1 بخش حاضر نشه مشکلاتی برای ما و در قسمت نشرات ایجاد میکنه. انشالله که وقتی که تعهد میکنین بعدا میتونین به وعده تان وفا بکنین و پابند وعده خودتان باشین. امان جان، بیا در مورد این رقابت ها بگو. بلندترین وزنی ایره که بلند کردی در این رقابت ها چند کیلو بود؟ در این مسابقات در حرکت بنچ پرس ما 150 کیلوگرم را بلند کردم. بسیار که حالتر بالای سینه می دوباره بلند میشه. بله.
در حرکت دیگه که به نام ددلفت نام داره، در او حرکت من 250 کیلوگرم بلند کردم که از جمله بلندترین وزنهای مسابقات بود. در حرکت دیگری که وجود داشت حرکت اسکوات بود که من در او تونستم 190 کیلوگرم رو بلند کنم. بسیار خوب. و بلندترین وزنی را که در رقابت ها یک ورزشکار انجام داد مربوط خودت میشه یا کسی دیگه ای؟ بله مربوط خودم میشه، چون ریکارد کلی و مجموعه جمع میشه. من تونستم که بسلفتر مسابقات شدم، یعنی شخصی که پرقدرت ترین فرد تورنمنت بود. بسیار خوب، ماشاءالله. انشالله که همین رقم عالی بود رکشی. و در مورد رقابت های بیرون مرزی هم برای ما بگوین تا حالا در این رشته ورزشی به نمایندگی از افغانستان بر رقابت های جهانی حضور پیدا کردی یا خیر؟ نه خیر، متاسفانه ما حضور نتونستیم تا حال پیدا کنم به مسابقات خارجی به دلایل مختلف، چون امکانات کافی فراهم نیست برای ورزشکارای ما. به این دلیل نتونستیم که اشتراک کنم در مسابقات خارجی. ولی بعد از اینکه مسابقات ملی را سپری کردم، انشالله در تصمیم است، در پلانایم است که اشتراک کنم در مسابقات بین المللی همچنان. انشالله. و روح الله به ما میگه که ورزش های قدرتی یا پاورلفتینگ چه چیزیش خیلی خوشت آمد که رو آوردی به این رشته ورزشی؟ از ما فامیلی ورزشکار هستیم که پدر جانم مرا بسیار زیاد تشویق میکنه، برادر کلانم همیشه به ما روحیه مثبت داده که به می رشته رو آوردم و حال هم ادامه بدم. بسیار خوب. و امان جان در مورد ای هم به ما بگو وقتی یک ورزشکار یا یک فرد با سن کمی که داره رو به این رشته ورزشی میره، داینده برش کدام مشکلی خلق نمیکنه؟ نه خیر، برخلاف اکثر مردم ما عقایدش اصلا هیچ کدام مشکل ایجاد نمیکنه. اگر از سنین بسیار زیاد کوچک هم شروع کنن به این ورزش رو بیارن اصلا کدام مشکل ایجاد نمیشه. برعکس کمک میکنن در رشدشان، در رشد قدشان، در انکشاف ذهنشان، در تمام ابعاد جسمیشان میتونه که این مؤثر تمام شود. چون تستوسترون تولید میشه در بدن هر وقت که یک ورزشکار ورزش میکنه، بخصوص ورزش قدرتی میباشه. او ورزشکار زمانی که وزنهای بلندتر بلند میکنه تستوسترون بیشتر در بدن ترشح میشه. البته در قسمت مردا تستوسترون بیشتر تولید میشه که فرد میتونه پرقدرت‌تر شه و همچنان عضله‌سازی بیشتر بکنه و همچنان هیومن گروت هورمون که هورمون رشد است ترشح میشه که باعث میشه شخص استخوان‌هایش مستحکم شه و همچنان بتونه که رشد سریع داشته باشه. در قد همچنان بسیار زیاد کمک میکند به شرطی که نکات ایمنی مراعات شود. بسیار خوب. و روح الله جان هر شخص در زندگی خود در بخش‌های مختلف ابعاد زندگی خود یک الگو و پیشوا دارد. خودت در رشته پاورلفتینگ یا ورزش‌های قدرتی چه کسی را دوست داری که در آینده مثل او بدرخشی و او را به خود یک الگو قرار بدی؟ الگوی خودم هستم و میخوایم انشاءالله در آینده هم وزنهای بلندتر بتانم که درست کنم و پدرم و برادرم میتونن الگو میشن. بسیار خوب. یعنی میخوای خودت الگو بشی به سایر ورزشکارایی که رو میارن به رشته ورزشی. چقدر یک اراده خوبی قوی داره روح الله. و خودت کارهای کی را بیشتر میپسندی و دوست داری و میخوای که در آینده مثل او یک ورزشکار باشی در رشته ورزشی؟ من شخصا پدرجانم، اونا الگویم هستند و از آغاز این سفر مرا تا حال همراهی کردن و همیشه تحت نظرشان تمرین کردیم و همیشه میخواستم که مثل اونا یک روز یک شخص قدرتمند شوم و بتانم خوش بدرخشم در این رشته که فعلا ناکردم. بسیار خوب. با شما برمیگردیم بریم با هم بریده ای از او رقابت ها را که چند روز پیش برگزار شده بود با هم ببینیم، بازم برنامه ادامه داره. بله دوستا، بریده ای از جریان او رقابت ها بود که با هم دیدیم. رقابت هایی که چند روز پیش میان ورزشکارای 4 ولایت رو اندازی شده بود. سرانجام شاخص‌ترین و برترین چهره ها شناسایی شد. انشالله که بتونن در رقابت های بیرون مرزی هم همون گونه که در این رقابت ها عالی درخشیدن بدرخشن و باعث به اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان بشن. اما جان در مورد این بر ما بگو که تا حالا این رقابت ها به ولایت ها هم برده شده، یعنی این فرهنگ نهادی نشده که از کابل به بیرون بره و رقابت های گوناگونی از جمله گزینشی بدون کابل در ولایت های دیگه هم برگزار شده یا خیر؟ بله، ما سالانه از طرف فدراسیون رقابت ها برگزار میشه در ولایت هم.
و هدف از او رقابت ها همی می باشه که چهره ها شناسایی شود و همچنان بتانند که رشته ورزشی را مروج بسازند بین مردم. بله داریم که مسابقات منتخب تیم ملی هم داریم، مسابقات تیم ملی هم داریم. بله. بسیار خوب. و آخرین باری که رقابت‌های گزینشی در بخش ورزش‌های قدرتی برگزار شده بود چه زمانی بود؟ امسال بود. امسال در کابل هم برگزار شده بود و در اکثریت ولایت‌هایی که پاورلیفتینگ اونجا فعالیت داشتند اونجا همچنان مسابقات منتخب گزینشی برگزار شده بود. منتخب به سطح ولایت بود دیگه؟ بله در ولایت‌های مختلف برگزار میشه. بعداً چهره ها شناسایی میشه و کسایی که در سه بهترین پنج بهترین را پیدا میکنن اونا جمع آوری میشن، دوباره اونا در تیم ملی با هم دیگر رقابت میکنن. بسیار خوب. به خاطر کسب سهمیه تیم ملی. بله. بسیار خوب. انشالله که او رقابت ها هم به خوبی برگزار شده باشه و بشه و ما در بخش ورزشی ورزشکارای خوبی چون شما برای تیم ملی داشته باشیم تا اینکه اگر کدام رویداد بیرون مرزی برگزار شد شما اعزام بشین و نتایج خوبی را بر افغانستان کسب بکنید. یک کلکسیونی از افتخارها هم اینجا است روی میز و بیشتر صحبت میکنیم بالای هر کدام ای جام، مدال، تحسین‌نامه بدون شک افتخارات شما زیاد است. ما عمده‌ترین شب کوشش کردیم که جا بتیم و برنامه و روش صحبت بکنیم. ابتدا بیایم به روی این بخش صحبت بکنیم، فکر کنم مربوط شما میشه. بله. و اول روی این مدال صحبت بکو امان جان که این مدال از کدام رقابت ها به دست این از رقابت های تک ددلفت به دست آورده بودم که برگزار شده بود تقریبا 2 سال قبل برگزار شده بود. از اون طریق من تونستم کی را به دست بیارم. جایگاه اول است دیگه. بله جایگاه اول مدال طلاست و او هم دیگه سه بخشی که گفتین در سه بخش حرکت انجام. نه خیر در سه بخش نبود، دو فقط در تک ددلفت برگزار شده بود. فقط حرکت ددلفت شامل میشد بس. بسیار خوب. و مدالای شما یک قسم متفاوت‌تر از دیگر بخش‌های ورزشی است. بله. بخش هالتر و دنبل و اینا روش حک شده. وزنه‌ها ویگپ است و روی نشان دهنده ورزشکار قدرتی است. بله. روی ازی صحبت بکنیم. را در مسابقات 1 سال قبل به دست آوردم که اون مسابقه از طرف وزارت امور داخله برگزار شده بود. در تک بنچ پرس، فقط حرکت بنچ پرس بود. و در رقابت ها بلندترین وزنا رو زدم دیگه، قوی ترین نوجوان رقابت ها شناخته شدم. تا حالا آمار دست است که بلندترین وزنی را که بلند کردی چند کیلو بوده؟ بلندترینش 250 کیلو. 250 کیلو. بله. و چی شد که در رقابت ها 190 کیلو را بزنی؟ خب نظر به حرکت فرق میکنه. 190 کیلو در اسکوات زده بودم چون حرکت پد بود، پد درگیر میساخت پایین تنه را. ولی در حرکت ددلفت ما شما گفتم که 250 کیلوگرم را بلند کردیم، بلندترین ریکاردم است. یعنی در بدن هم بخشای بدن است که توانایی بلند کردن وزن بلند و کمی را داره. در حرکات متفاوت است. بعضی حرکات یک قسمت را درگیر میکنن، بعضی هایشان دیگه قسمت را. در حرکت بنچ پرس پشت بازو درگیر میشه، بند دست درگیر میشه، ساق دست درگیر میشه. همین اعضای بدن است به شمول سینه که درگیر میشه در هنگام اجرای حرکت. ولی در حرکات دو حرکت دیگه پاورلیفتینگ است فرق میکنه کلا. بسیار خوب. ان شاءالله که بتونید اون بخشی که ریکارد پایین هم داری ریکارد داره بهبود ببخشید. ان شاء الله. بعد روی این مدال صحبت بکن. این مدال ما امسال به دست آوردم. این مدال امسال به دست آوردم که باز هم از وزارت امور داخله، از طرف وزارت امور داخله برگزار شده بود. امیر رقابت. بله، امیر رقابت های پاورلیفتینگ در 3 بخش بود. و روی ازی جایگاه را مشخص نکرده اول، دوم، سوم. بله. روی این مدال جایگاه را مشخص نکرده. نه خیر نه. چون طلا است، چون طلا است به این لحاظ او اولی نشان دهنده اولی است، قهرمانی است. به خاطر که در مدال‌های دیگه هم جایگاه نوشته شده بود، جایگاه اول، دوم، سوم. حالا همین مدال‌ها براستی طلا است پر سرش را میکنه یا جایگاه معنوی داره؟ جایگاه معنوی داره بله، چون ما یک کشوری هستیم که از لحاظ اقتصاد نسبتاً ضعیف هستیم، به این لحاظ ما توانایی ایره نداریم تا که طلای اصلی را بکار. و روی این مدال صحبت بکنیم. این مدال فکر کنم مربوط به رولاجان میشه. بله مربوط به رولاجان میشه. بخش کاراته یا تکواندو؟ تکواندو. بسیار خوب. این جایگاه چندم کسب کرده بودید؟ اول در مسابقات تکواندو بود. بسیار خوب. و امی تکواندو به نظر من رشته خوبی است. چرا نخواستی تکواندو را ادامه بدی؟
سپس تکواندو یک چند وقت کار کردم و بعدها پدرم گفت او وقت سنم خورد بود و نمیتونستم در رشته بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ کار کنم. بعد از او که یک چند وقت سپری شد روز به روز بزرگتر شدم و سنم که 14 شد پدرم گفت که از این بیا بخیر که ما در پاور لیفتینگ کار کنیم. رشته خانوادگی ما بله. که همین رشته همین رقم چی کنه تداوم پیدا بکنه. و این مدالا مربوط خودت میشه رو بله. روی مدالا صحبت بود که از کدام رقابت ها به دست آوردی؟ رقابت یک هفته پیش که این مربوط همین رقابت بله. و یک مدال دیگه هم هست که مشابه از این مدال است و او را به تصویر میکشیم که این مدال از کدام رقابت ها به دست آورده بودی؟ از خودم. این مربوط شما بله میشه. مربوط من میشه. و فکر کنم 2-3 تا است یا در هر بخش مدال توزیع میکنه. بله. در 3 بخشی که گفتیم در 3 بخش مدال توزیع شد. بسیار خوب. بله در رقابت‌های مختلف هست. بسیار خوب. یعنی او قسمی نیست دیگه که در هر 3 بخش فقط یک مدال بده. در 3 بخش 3 مدال میده. 3 مدال میده. بسیار خوب. و من یک قسم ذهنم درگیر شد که چطور بیشترم امان الله مدال نشون داد. حالا اینم فکر کنم مربوط تکواندو میشه. از کدام رقابت ها به دست آوردی؟ از 2 سال پیش بین کلاب ها برگزار شده بود از مسابقات تکواندو بود. بسیار خوب. دو جایگاه اوله. بله. من فکر میکنم در تکواندو هم نتیجه خوب میدادی. اگر تکواندو رو پیش میبردی خیلی خوب میشد. ولی بازم در رشته ورزشی که هستی آرزوی موفقیت میکنم. چیزی که خود انسان میخواد برنامه خود انسان داره پیش خود دیگه کس نمیدانه او را و سر در نمیاره. روی از این مدال صحبت بکن. مسابقات 1 سال قبل که مسابقات تک بنچ پرس بود دانست مقام 2 مزاق. اینجا دیگه این نقره است. نقره افغانی است و انشالله که این نقره بعد طلا و الماس مبدل بشه. روی جام صحبت میکنیم که این نزدیک به 4-5 جام است. ابتدا مشخص بکنین که چند جام مربوط خود میشه، چند جام مربوط 3 جام مربوط من میشه، 1 جام مربوط روح الله جان است. بسیار خوب. یک جام در قسمت پایین است. مجموعاً چند تا 5 جام است. ماشاءالله افتخارات زیاد است که بخوام حسابش از بله اکثر دستاوردهای ما رو نتونستیم که بگنجانیم. بله بدون شک یک ورزشکاری که سالها در یک رشته ورزشی فعالیت میکنه بدون شک دستاوردهای چشمگیری میتونه داشته باشه. ابتدا روی جام اول صحبت بکنیم که مربوط کی میشه؟ جام اول مربوط ما میشه که از مسابقات پاور لیفتینگ به دست آوردیم. مسابقاتی که 2 سال قبل برگزار شده به طرف وزارت امور داخله. از او طریق ما تونستم جام را به دست بیارم و این جام همچنان مربوط ما میشه که این از مسابقات 1 سال قبل ماست که در پاور لیفتینگ برگزار شده بود. از او طریق تونستم به دست بیارم. اون جایگاه اول. بله جایگاه اول. تمامش جایگاه اولی است. بسیار خوب. بله. و جام با کسی تعلق پیدا میکنه که جایگاه اول بگیره. بله. و 2 جام وسطی مربوط کی میشه؟ این جام مربوط من میشه. او جام دیگر مربوط روح الله جان برادرم میشن که این جام من در این مسابقات که امسال برگزار شده از جانب وزارت امور داخله من تونستم که به دست بیارم و قوی ترین نوجوان شناخته شوم و این لحاظ این جام را به دست آوردم. و او جامی که در پایین گذاشته شده او جامی است که به مناسبت بسلفتری به دست آوردم. یعنی بلندترین ریکارد مسابقه را به ثبت رساندم. بله. و این از برادرم است. جام روح الله جان خودش میگه که بسیار کم حرفم بود، هیچ گپ نزدی که ما قصه نکردی در مورد فعالیتات. روی از او صحبت بود که او جام از کدام رقابت ها برسه بود. همین مسابقات چند روز پیش که برگزار شد دیگه از زمان که بسلفتر نونهالان شناخته شدم این جام به من تقدیم. بسیار خوب. و فکر کنم جام اول خودت امان الله جان با جام روح الله جان مشابه است و فقط تفاوتش در خرد بودن و کلان بودنش است. و این چرا از هم فرق دارن؟ رشته دیگری مثلا تکواندو مشخص است که طلاست، نقره است و برنز است و جام‌هایشون یکسان می باشد زمانی که جایگاه اول به دست میری. زمانی که خودت جایگاه اول به دست آوردی در رشته‌های رقابت‌های مختلف حال تفاوت داره. میشه روی از این هم صحبت داشت؟ بله چون جام‌ها متفاوت می باشه از هم دیگر. به همین جام‌ها رو در نظر گرفته بودن در مسابقات من حیث جایزه به ما توضیح کردم. بسیار خوب. و پرودوسر ما میگه که در مورد خوراک از امان جان و روح الله جان صحبت داشته باشیم که ماشاءالله اندامتان خوب است و یک رشته ثقیل پیش میبرین. از چه چیزایی تغذیه میکنه ورزشکار رشته پاور لیفتینگ؟ یک ورزشکار پاور لیفتینگ باید تغذیهش متوازن باشه. یعنی شامل غذاهایی که میخوره شامل تمام ویتامین ها، منرال ها،
کربوهیدرات، پروتئین و شوگرها باشه. تغذیه که من دارم کاملا متوازن است. در جریان روز من حدودا 10,000 کالری در روز مصرف میکنم که 10,000 کالری از طریق غذا به دست میارم. البته کالری که است مقدار انرژی است که یک فرد میتونه به دست بیاره از طریق غذا. که من معمولا غذاهایم شامل دو چیز می باشه، یکی پروتئین، دیگری کربوهیدرات. زمانی که دو چیز ترکیب میشه در غذا شامل میشه، میتونه که یک ورزشکار قدرت بدنی خودم افزایش بده، در عین حال بتونه خوب عضله سازی کنه. بسیار خوب. دو چیزی را که گفتی از او تغذیه میکنی، در کدام مواد ارتزاقی و خوراک وجود داره؟ میشه به بیننده بگی که درست است. منابعش مختلف است. از پروتئین میتونیم از منابع چون تخم مرغ، گوشت سرخ و گوشت های سفید مانند سینه مرغ، همچنین ران مرغ، بله ماهی و سایر غذاهای دیگری میتونیم نام ببریم که یک منبع بسیار خوبی از پروتئین است. و از غذاهایی که کربوهیدرات را شامل میشه میتونیم از غذاهایی چون کچالو، برنج، جو دو سر و غیره غذاها نام ببریم. بسیار خوب. ماشاءالله این چیزایی را که هر ورزشکار هر کسی بخوره بدون شک توانا میشه و قدرتمند میشه. و اقتصاد چقدر در این رشته ورزشی رول داره؟ اقتصاد بسیار زیاد رول داره. این رشته است که واقعا گزاف است. بله. مصارف یک ورزشکار که این رشته را انجام میده، در این رشته داخل شده، بسیار زیاد مصارفش گزاف است. یعنی نیازمند یک اقتصاد بسیار خوب و مرفه است تا اینکه بتونه تمام نیازهای خود را تامین بکنه. یعنی ورزشکارا و کسایی که اقتصادشان پایین است لطفاً رو نبریم به رشته ورزشی، بسیار ثقیل است و پول هنگفتی را نیاز داره. بسیار خوش آمدید به برنامه. بسیار یک برنامه خوب بود با شما. اگر کدام حرف و حدیثی باشد دوربینای ملی و ملی اسپورت در اختیارتان است. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین از اینکه شما ما را دعوت کردین به برنامه زیبایتان. به ما افتخار بخشیدین. سلامت. و پیام به هموطنانم این است که همیشه از زندگی خود کوشش کنند که هدف داشته باشند و هدف خود را بدون در نظر داشته شرایط اقتصادی و مالی تعقیب بکنند. بله. بدون شک میتونن به او هدف خود برسند. اصلا شک نکنند. اول بالای خود باور داشته باشند، دوم بالای خداوند. بله. چه پیام خوبی بهولا جان. تشکری میکنم از تلویزیون جهانی ملی اسپورت که ما رو به افتخار بخشیدن و به برنامه خود دعوت کردن. و پیام خاص ندارم. سلامت بخیر باشین. انشالله که شما هم در تمام ابعاد زندگی همینطور کامیاب و سرفراز و جایگاهی نخست کسب بکنید. بدون شک هدف در زندگی بسیار مهم است. هدف را بلند تعیین بکنین که اگر به هدف نرسیدین حداقل نصف راه را پیموده باشین.